عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه استادان، سروران گرامی، مهمانان ارجمند و تشکر میکنم به نوبه خودم از همه سخنورانی که با فرمایشات خودشون ما رو به فیض رسوندن، شعرای محترم، به لحظات ملکوتی، در لحظات ملکوتی اذان مغرب و نماز مغرب به سر میبریم. بنده از بخش صحبتایی که تنظیم کرده بودم خدمت دوستان عرض کنم، بخش عمده‌ایش رو صرف نظر میکنم. فقط به جهت عرض ادب و عذرخواهی از محضر همه بزرگان، به ویژه سرور گرامی جناب آقای محمد باقر بیگی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران که قدم رنجه فرمودن و محفل ما رو گرم نمودن، عرض خوش آمد داریم. من فقط چند جمله از بخشی که قرار بود عرض میکنم و مجلس رو به جناب دکتر زیدی میسپاریم که بیش از این وقت عزیزان گرامی رو نگیرن. در این چند جمله من فقط قصد دارم که عرض کنم که قدیر با مضمون و محتوایی که بر اون دلالت داره تنها محدود به اعتقادات شیعیان نیست و تنها به باور مسلمانان تعلق نداره، بلکه گستره به وسعت همه ابعاد ارزش‌های انسانی داره و متعلق به همه کسانی است که برای بهروزی انسان دل می‌سوزونند. این مفاهیم و مضامین از واقع قدیر را انشالله دوستانی که فرمودند ما انشالله در مجموعه گرد هم میاریم، در خدمت همه عزیزان تقدیم میکنیم. لذا hence the incident of the Ghadir is not only related to the Shias, it is for all Muslims, rather related to all the humanities. Those who have vision know that this is a broad way which is related to all human beings, and there is no way other than this. And the human gatherings, if the power is in the hands of the filthy hands, the world will go in the same direction as you see nowadays in some of the societies of the world which they name as modernity. Today it is one of the important duties of all the Islamic scholars and elites to adopt and convey the hidden values that lie in the message of Ghadir, to create inspiration for an ideal society and build an appropriate role model for human perfection and excellence.